به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه اسماعیل سامانی با عریضه مرد 30 ساله ساکن پایتخت راننده شرکت 1111 تاکسی وارد گردید که 9 فوریه سال 2022 تخمینا ساعت 00:30 دقیقه از محله 46 پایتخت شخص ناشناسی را سوار کرده تا خیابان رودکی نزد بنای 164 آورده است که شخص نامعلوم با روی آشکارا یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ A3 که ارزشش 1850 سومونی را تشکیل می‌دهد گرفته از جای حادثه غیب زده است. هنگام گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوان 18 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت مذکور دستگیر کرده شد. اینچنین با همین مضمون به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوع فردوسی مرد 27 ساله ساکن نوع یووان راننده شرکت 1111 تاکسی مراجعت نموده است که 2 فوریه سال 2022 تخمینا ساعت 18:30 دقیقه از محله 46 پایتخت شخص ناشناسی را سوار کرده هنگام رسیدن در نزد خوابگاه الکبیر با روی آشکارا یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ A51 که ارزشش 4500 سومونی را تشکیل می‌دهد گرفته از جای حادثه غیب زده است. ضمن برگزاری چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 18 ساله در بالا ذکر گردیده همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شده است. اوید به این حالت‌ها تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نوع واسط با عریضه مرد 28 ساله ساکن نوع مذکور مراجعت نموده است که از سال 2018 تا ماه دکبر سال 2021 جوان 28 ساله ساکن همین نوع با روی فریب به باوریش در آمده از او 272,000 سومونی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. نسبت نام برده از طرف پروکراتور نوع ذکر گردیده با ماده 247 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.